سلام به همه دوستان، به کانال بازی بیس خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ بازی انفجار سایت بت اسپات و با هم ضرایب این سایت رو ببینیم. از منو اصلی وارد بازی انفجار میشم. شروع بازی. بریم ضریب همین دست رو با هم ببینیم. همینطوری ضریب داره میره بالا. همچنان یه نفر توی بازی مونده و بله الان روی ضریب 8.47 برداشت زد. البته مبلغ شرط زیاد نبود ولی با 5000 تومان تونست 38000 تومان برنده بشه. همینطوری ضریب داره میره بالا. 18.89 ضریب این دست. عجب ضریبی بود. حالا بریم ضریب دست‌های قبل رو با هم ببینیم که چطور بودن. اکثر ضرایب سبز هستن. معمولا ضریب 2 به بالا سبز میشه. ضریب قرمز خیلی کمه. توی همه این دست‌هایی که توی تاریخچه بازی می‌بینیم فکر نمی‌کنم بیشتر از 10 ضریب قرمز وجود داشته باشه و بقیه سبز هستن. ضریب بالا هم زیاد دیده میشه. $13.74 هم ضریب این دست بود. امروز ضریب خیلی خوبی از سایت بت اسپات دیدیم. مطمئناً به این سایت دوباره سر میزنیم تا ضرایبش رو توی روز دیگه با هم بررسی کنیم. همچنین لیست 10 سایت بازی انفجار با بالاترین میانگین ضرایب رو میتونید توی سایت بازی بیس که لینکش رو زیر همین ویدیو براتون گذاشتم ببینید. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه.